الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، واللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين يا رب العالمين. انشالله امروز میخوایم از یک تفسیر مهم درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت کنیم که در سوره جمعه آمده. در یک قسمت به نظیر قرآن که الله سوره را شروع کرده، اگه شما منظم قرآن کریم خوانده باشین میفهمین که الله متعال در بسیاری از آیات قرآن دو نام خود معرفی کرده. در آخرش مثل الله غفور رحیم یا عزیز الحکیم یا عزیز و ذوانتقام و امثال اینا. پس شما دو نام الله را دارین. اما در سوره جمعه در اولین آیه الله 4 نام خود یاد کرده، با اظهار کردن کمال خود شروع کرده. همه چیز در آسمان و زمین کمال الله را اظهار میکنه. بعد از اینکه الله 4 نام خود یاد میکنه، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، به هدفی که بعضی از درس ها را به تمام شما برسانم، شما را مجبور به تکرار بعضیشان میکنم تا در ذهن خود داشته باشین و به چیزی برسین که من میخوایم به او برسین. خب اولین نام از اون نام ها الملک است، یعنی پادشاه. من توقع ندارم که عربی او را یاد بگیرین، چرا که بعضیتون با عربی آشنا نیستن و شاید تلفظتون خوب نباشه. پس فعلا فقط انگلیسی را مد نظر میگیریم تا راحت تر باشیم، درست است؟ پس اولین نام چی است؟ پادشاه، الملک. بعد میفرمای القدوس و دوباره به راحتی پاک. پاک، پادشاه و پاک. در اصل قدوس پاکی است و الله متعال منبع پاکی و سرانجام پاکی است. بعد میفرمای العزیز، قدرت. حالا از اول شروع میکنیم. اول چی بود؟ پادشاه. دومی چی بود؟ پاک. و سومش قدرت است. در آخر میفرمای الحکیم، خردمند. پس الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، پادشاه. ببینیم یادتون است؟ پادشاه، پاک، بعد قدرت و بعد خردمند. الله متعال میفرمای همه چیز در تمام هستی، همه چیز در آسمان و در زمین میگن که الله به حیث پادشاه چقدر بی‌عیب است. اظهار میکنن که الله چقدر پاک است. بیان میکنن که قدرت الله چقدر است. با وجود خودش خردمندی الله را نشان میده. پس ما تمام او 4 چیز در همه چیز هستی منعکس شده. تمام او 4 صفت الله متعال. چیزی که الله بعد از یاد کردن این 4 نام در این سوره بنظیر انجام داده و میفهمم که بعضی شماها گیج شدن چون فکر میکردن امشب در مورد الله نه بلکه درباره رسول الله گپ میزنیم صلی الله علیه و سلم، و در اصل این در مورد رسول الله است. و در آیه بعدی الله یک چیز خارق العاده میگه، میفرمایید هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم. او کسی است که برمیخیزه از بین مردمان بی سواد به علم، نه اشخاص دانشگاهی، نه مردمان قدیمی متمدن فلسفه و شعر و غیره. میفهمین؟ اونا حتی فرهنگ شفاهی داشتن. اینا مردمی هستن که کتاب و نسخه ندارن. اینا مردم صحرا هستن، مردم بنی امیه. پیامبر خدا از بین اونا فرستاد. خب اولین نام الله چی بود؟ پادشاه. وقتی یک پادشاه اشاره میکنه، پادشاه تمام پادشاه‌ها، الله متعال، رب عرش العظیم، او کسی است که تمام این زمین ساخته. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، قبل از او در زمانش و حتی بعد از ایشان امپراتوری‌های زیادی بوده. امپراتوری روم عظیم بود. قبلش سلسله مصری ها بسیار بزرگ بود. فرعون ها. فهمیدین؟ اونا بسیار بزرگ بودن. امپراتوری چینی ها و دیگه امپراتوری فارس ها. اینا بزرگترین قدرت های او زمان بودن، همراه با ارتش های بزرگ سرزمین های تحت سلطه‌شان. اما در نقشه جهان یک منطقه بود که برای هیچ کس جالب نبود. او دشت بسیار گرمه بود که در وسط حجاز بود که واقعا برای هیچ کس مهم نبود و این امپراتوری ها مثل روم و فارس ها با هم در جنگ بودن. معلوم دار است که سر قلمرو بیشتر با هم می جنگیدن، اما در بینشان یک منطقه تنها مانده بود که این ناحیه است. چرا؟ چون اونا نمیخواستن سربازای خود در بین صحرا بفرستن تا کباب شون. چی به دست میارن؟ به این خاطر نبود که در اونجا نفت بوده. فهمیده؟ اون مشکل بعدی است. او وقتا کسی به خاطر این منطقه نمی جنگید. کسی این منطقه را نمیخواست چون هیچ چیز براشان نداشت.
پس اینا مردم فراموش شده جهان بودن. اونا مردمی هستن که هیچ کس در موردشان نمی‌نویسه، از تاریخشان خبر نداره. اونا مردمی هستن که تقریبا تنها رها شده بودن. در حقیقت این یکی از دلایلی است که زبان عربی قوی است. چون معمولا چیزی که بالای زبان میآید این است که مردم تجارت میکنن. مردم مختلف با زبانهای مختلف همدیگر را میبینن و زبانهایشان مختلط میشن. اما زبان عربی جهان اونا را تنها گذاشته بود، پس زبانشان خالص شده رفت. چون که اونا تنها مانده بودن. نکته ای است الله متعال فراموش شده ترین مردم زمین انتخاب کرد که اونا میتونن بگوین که از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بی ربط ترین مردم های زمین بودن و او تصمیم میگیره که پیامبر از بین اونا بفرسته. پاچون میتونست هر کسی را از هر جایی انتخاب کنه و او این مکان انتخاب میکنه و در این مکان او کسی را انتخاب میکنه که در بین بی‌سوادها است. او به راحتی میتونست از بین باسوادها انتخاب کنه، از بین دانشمندا، از بین بخش دیگه ای از مردمی که بشریت اونا رو بهتر و خوبتر بشناسن. شما خودتون دیدین که حتی قریشی ها میگن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قرآنی رو میگن. چرا قرآن به یک آدم مشهور نامده؟ چرا قرآن به یک سیاستمدار نامده؟ یک مرد بزرگ که از قبل احترامش داشتیم. اگه میگفت پیامبر است برای ما راحت تر بود، چون عادت داشتیم که به او گوش کنیم. چطور به یک مرد از بین بنی امیه نازل شده؟ از بین اونا مردم های بی‌سواد. الله بسیار مفتخرانه در مورد پیامبر خود میگه صلی الله علیه و سلم و ما تخطه من یمینک و ما كنت تتلو من قبله من کتاب و ما تخطه بیمینک. شما قبل از این عادت نداشتین هیچ چیزی از کتاب بخونین. شما هرگز با دست خود نوشته نکردین و ایره نداشتین. و ما تخطه بیمینک. پس اولین چیز ای است که این پادشاه تمام پادشاه‌ها مکان را انتخاب کرده که شاهانه نیست. نظر به استانداردهای جهانی یک منطقه متروکه است، نه منطقه استراتژیک. خب این سفیر الله چی میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. شما میفهمین یک سفیر چی میکنه؟ او به نمایندگی پادشاه صحبت میکنه. پادشاه‌ها عادت داشتن سفیر بفرستن. الله نماینده خود معرفی میکنه که او رسول الله صلی الله علیه و سلم است. نماینده فرستاده شد همراه با 4 وظیفه. اگه یادتون باشه 4 نام الله را گفتم. نام اول چی بود؟ پادشاه. نام دوم چی بود؟ پاک. سومش چی بود؟ قدرت. و 4مش خرد. حالا الله میگه اون نماینده خود به این منطقه گمنام فرستاد، به این صحرای دور افتاده فرستاد، به این مردم بی‌سواد و به او 4 وظیفه داد، به او 4 مسئولیت داد. اولین وظیفه بود فرمود که او به مردم نشانه های او را خواهد خواند. نشانه های الله را. دوباره به این برمیگردیم، اما ازتون میخوایم به یاد داشته باشین اولین چیزی که پیامبر انجام میده خواندن نشانه های الله برای شماست که اساسا همین قرآن است. پس اون نشانه های الله را برای شما میخونه. دومین وظیفه ای است که انجام میده و یزکی هم پاک کردن اوناست، اونا را پاک میکنه. سومین کارش یاد دادن قانون است. یعلمهم الکتاب. و آخرین کار به اونا خرد میآموزونه. اینا رو کم زود خلاص کردم. اجازه بهتون آرامتر بگویم. اولین چیزی که براتون میگه نشانه هاست. دومش اونا را پاک میسازه. سومی است که به اونا قانون یاد میده و 4می است که به اونا خرد یاد میده. دیدین اگه شما به نمایندگی پادشاهی آمده باشین، او هم در مدنیت قدیم، اگه کسی نماینده یک پادشاه باشه یک لباس مشخص میپوشه. وقتی داخل قریه میشن همگی میفهمه که او از طرف امپراتوری روم آمده. و از پای که همراهش هستن ببینین، با سربازایی که آمدن ببینین، با پرچمی که با خود دارن ببینین. اینو تمام نشانه‌ای هستن که از کی نمایندگی میکنه؟ از پادشاه. فرستاده الله صلی الله علیه و سلم نمایندگی از پیام کی میکنه؟ از پیام الله. پس چه نشانه‌هایی است؟ ثبوتش چی است که اون نماینده کی است؟ الله. هر نماینده باید ثبوت داشته باشه، یک نامه رسمی توسط شاه امضا شده باشه. فقط دستخط پادشاه بوده میتونه، مهر خاص خود داره. الله توضیح داده، قرآن کریم ثابت کرده که از طرف یک پادشاه آمده، که از طرف پادشاه آمده. در حقیقت آیه های قرآن در اصل نوشته های الله است که به نماینده‌اش صلی الله علیه و سلم داده شده تا ما بتونیم پادشاه خود بشناسیم. اولین نام الله پادشاه بود و اولین کاری که نماینده انجام میده آشنا کردن مردم با پادشاه است توسط آیه های خود. بعد دومین کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام میده، میگه او مردم را پاک میسازه، اونا را پاک میسازه. حال شما به الله معرفی شدن با روش آیه های الله. حال اجازه بدین که رفتار شما را پاک بسازم. روش گفتار، روش درخواست، روش استاد شدن، روش نگاه کردن، روش فکر کردن، روش برخوردتون، چیزی که درون ما و تو است باید پاک شود، نه فقط بیرون. اسلام فقط در مورد پاک کردن بدن ما با وضو و غسل نیست، فقط پاک کردن غذای ما با حلال خوردن نیست، بلکه پاک کردن افکار ماست. نه؟
پاک ساختن قلب ماست، نه؟ پاک ساختن فکر ما در مورد دیگران است. این همون پاکسازی است که رخ میده. نام دوم الله چی بود؟ نام دوم الله پاک بود و دومین وظیفه پیامبر صلی الله علیه و سلم پاک ساختن است. او به نمایندگی ذات پاک میسازه. پس پاچه معرفی شد و حال بعد از معرفی کردن او مردم باید پاک شوند، چرا که ذات پاک امیرم میخواه. بعد میفرماید پیامبر علیه السلام گفته، درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته شده و یعلمهم الکتاب، برایشان قانون آموخت و اونا قانون یاد داد، چی اجازه هست، چی اجازه نیست، چی باید انجام بدی و چی را اصلا نباید انجام بدی. این قانون است. در هر جامعه قانون از کجا میآید؟ قانون از قدرت میآید. میتونست؟ کسی نمیتونه بگوید چی قانونی و چی غیر قانونی است تا وقتی که قدرتش داشته باشه. پلیس میتونه اصادت کنه چون قدرت داره. نام سوم الله متعال چی بود؟ العزیز، قدرت. کار سومی که پیامبر انجام میده آشنا ساختن مردم با قدرت الله متعال است، با معرفی کردن قدرت او که چی مجاز است و چی نیست، باید چی را انجام بدن و از چی باید منع شوند. العزیز. و در آخر فرستاده الله صلی الله علیه و سلم به اونا خردم میآموزونه. 4 وظیفه با اونا خرد یاد میدن. نام 4م الله چی بود؟ خرد. پس خرد از کجا میآید اگه از منبع خرد الله متعال نمیآید؟ شما میبینین که الله چه قسم خود با 4 نام معرفی کرده و بعد 4 چیزی را معرفی کرده که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داده که با زندگی ما او 4 نام الله را میاره. اونا در زندگی ما 4 نام الله را میارن و بسیار زیبا این 4 نام در شروع سوره جمعه یاد شده و این 4 وظیفه در آیه بعدی سوره جمعه یاد شده، درست در پهلوی هم دیگه. پس ما میفهمیم که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم برای این 4 هدف دقیق آمدن. پس میفهمین حتی بعد از او وقتی که ما میگیم کسی از طرف پادشاه آمده، در تاریخ مردم بیاد ندارن به غیر از کسایی که بالای زمین تأثیر گذاشتن. شما کسایی را میبینین که دیگران را نقد میکنن، کسایی را که برای خود زندگی میکنن، کسایی که پول زیادی دارن، مردم های ثروتمند زندگی کردن، آمدن و رفتن. مردم های حکومت کردن، پادشاه شدن، آمدن و رفتن و حتی نامشان یاد ما نیست. اما کسایی که دهی دنیا تغییر آوردن، کسایی که روی جهان تأثیر گذاشتن، چی خوب چی بد جهان اونا را به یاد داره. الله متعال پیامبر صلی الله علیه و سلم در بی‌ربط‌ترین و ضعیف‌ترین منطقه سیاسی فرستاده، در ضعیف‌ترین منطقه اقتصادی، چی از لحاظ اقلیم، چی از لحاظ اقتصاد و چی از لحاظ اجتماعی ضعیف‌ترین منطقه است و او می‌فرماید که ما به او این 4 وظیفه را داده. پس چی رخ میته وقت پادشاه کل این 4 وظیفه را میته؟ شما میفهمین که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در آپارتمان ها زندگی نکرده. وقتی روم ها سقوط کردن شما برج های اونا رو میدیدین. مصری ها در اهرام زندگی میکردن. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در سرکای بزرگ و اهرامات زندگی نکرده یا با برج ها و سکه ها. میبینین؟ او در قسم مدنیت ها زندگی نکرده. میفهمین کجا زندگی کرده؟ او با مردم یک جای زندگی کرده. با مردم زندگی کرده که او مردم 4 چیز تجربه کردن. آیات الله را شنیدن. اونا پاک شدن. اونا قانون الله و خرد الله را آموختن، نه؟ اونا صحابه هستن. اونا با مردم زندگی کردن که 4 وظیفه پیامبر صلی الله علیه و سلم تجربه کردن و اون مردمی که اینا را تجربه کردن به اطراف رفتن و زمین متحول ساختن. نقشه جهان تغییر خورد. به خاطر تغییری که در اون مکان رخ داد، منطقه‌ای که در نقشه جهان دیدن نمی‌شد، به نقشه جهان ببینن در طول این قرن‌ها که در جهان چی رخ داد بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در این صحرا آمد. امپراتوری روم ها شکست خورد، امپراتوری فارس ها شکست خورد، اهل حبشه شکست خوردن. اسلام در حال گسترش در آسیاست، به چین میرسه، به آفریقا میرسه و همه جا گسترش میکنه. با گذشت 100 سال با دستای عمو مردم بسیار کمی که در صحرا زندگی میکردن، اونا فهمیدن که حال ما باید دقیقاً همون کار را انجام بدیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داد. الله او را نماینده ساخت. حال اونا نماینده های پیامبر صلی الله علیه و سلم شدن. پس اونا به جهان رفتن و آیات الله را قرائت کردن. کوشش کردن که با آیات الله مردم را پاک بسازن. با اونا قانون یاد دادن، خرد یاد دادن. بسیار سریع نتیجه ای شد که اکثریت جمعیت مسلمان های جهان غیر عرب ها شدن. اکثریت مسلمان های جهان عرب ها نبودن. کی ها بودن؟ غیر عرب ها. اونا بالای اسلام سرازیر شدن. الله در آیه بعدی چی میگه؟ و آخرین منهم لما يلحقوا بهم. کسای دیگه غیر از عرب ها هستن، هنوز ملحق نشدن. اونا در راه هستن.
لما يلحقوا بهم. او قدرت کامل است، او خردمند است، این هدف الله است. پس در این آیه بی‌نظیر الله چیزی را در مورد قدرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما آموخته. در این باره فکر کنه. قبلا هم پیامبران آمدن، نمیتونست؟ وقتی پیامبران مثل نوح علیه السلام آمدن و عزتمند بودن، موسی علیه السلام در قرآن عزتمند بودن، این پیامبران آمدن اما قومشان به اونا گوش ندادن. وقتی قومشان به اونا گوش نکردن باز چی شدن؟ از بین رفتن و فقط کمی از اونا که باور داشتن باقی ماندن. با گذشت زمان ایمان اونا هم با نسل‌های دیگه که مشرک بودن یک جای شد و اونا به یک پیامبر دیگه نیاز داشتن و به پیامبر دیگه و پیامبر دیگه. پس داستان پیامبر داستان یک پیروزی نیست. در اصل داستان پیامبر داستان یک تراژدی است. میفهمی؟ ما آمن معه الا قلیل about prophet الله. پیامبر میفرماید بجز تعداد کم کسی به او باور نداشت، اما به پیامبر ما صلی الله علیه و سلم یک پیروزی داده شده که هرگز قبلا دادن نشده بود. میفهمین؟ من قبلا شاگرد علوم سیاسی بودم. در علوم سیاسی شما در مورد انقلاب‌های جهان میخونین، مثل انقلاب فرانسه یا انقلاب بولشویک، درست است؟ یا مربع تینم در قرن اخیر و غیره چیزها. شما انقلاب‌های زیادی را میخونین. وقتی به این انقلاب‌ها فکر میکنین ازتون میخوایم کم دایی باره فکر کنین. وقتی که انقلاب اروپایی‌ها بر علیه کلیساها رخ میده، خب اونا به کلیساها حمله کردن، دموکراسی را بار آوردن، اونا این کارا را سکولاریسم به وجود آوردن. اساسا این چیزی بود که در انقلاب‌های اروپایی رخ داد وقتی که قدرت در دست کلیسا بود. اما حتی بعد از اینکه قدرت کلیسا از بین رفت، مردم هنوز هم غذا رو می‌خوردن؟ بله. هنوز هم از زندگی همون چیزا می‌خواستن؟ بله. منظورم این است که سیاست تغییر خورد، اما فرهنگ هم است، زبان هم است، عادت خوردن و خوابیدن تغییر نکرده، ازدواج و جدایی تغییر نکرده، پرورش اطفال تغییر نکرده. یک چیز تغییر کرده اما دیگه چیزا همون قسم هستن. چی میشه وقتی حزب در یک کشور در رأس است و قدرت دارن، باز یک حزب دیگه میایه؟ آیا همه چیز تغییر میکنه؟ نه، هنوز همون کشور است، فقط بعضی ها در او بالاها تغییر کرده، بعضی چیزا تبدیل شده. بعضی وقتا فقط اقتصاد تغییر میکنه، بعضی اوقات سیاست تغییر میکنه. حالا این 23 سال پیامبر صلی الله علیه و سلم به این 23 سال فکر کنن که الله به او این مأموریت داد. این زمان بسیار کمی است. در 23 سال چی فرق کرده؟ چی فرق در 23 سال آمده؟ سیاست عربستان تغییر کرد؟ بله. اقتصاد عربستان تغییر کرد؟ بله. ساختار اجتماعی عربستان تغییر کرد؟ بله. روشی که مردم ازدواج میکردن یا طلاق میگرفتن، روشی که مردم طفل میداشتن یا اونا رو تربیت میکردن، قسمی که استاد میشدن یا میششتن، روشی که مردم خدا پاک میکردن یا میخوابیدن، قبل از اینکه بخوابن چی میگفتن یا قبل از اینکه چیزی بخورن، چه قسم الله رو یاد میکردن یا چه قسم معامله میکردن یا با کسای دیگه چه قسم برخورد میکردن، چی رو دوست داشتن و چی بدشون میامد. درون اونا کاملا تغییر کرد، بیرون اونا کاملا تغییر کرد. تغییری که در 23 سال رخ داد تا امروز در تاریخ بشریت هیچ وقت رخ نداده بود. هرگز. این تغییری بود که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم داده شده بود و اون مردم چی اونا را تغییر داد؟ همون 4 چیز بود. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. وقتی مردمی را تجربه کردن همه چیز حتی جهان متحول شد. وقتی این مردم جهان تغییر کردن میفهمن باز چی شد؟ شروع کردن به تغییر کل جهان. اونا خودشون تغییر تجربه کردن، دنیای خودشون تغییر کرد و بعد در نتیجه تمام نقشه جهان تغییر کرد. جهان کاملا متحول شد به خاطر چیزی که الله به پیامبر خود صلی الله علیه و سلم داده بود که قبلا هرگز دادن نشده بود. راستش من اون وقت فقط 19 ساله بودم که از استاد علوم سیاسی خود پرسیدم، پروفسور بگ در شهر نیویورک. ازش پرسیدم درباره این انقلاب ها به من بگو. میفهمیم که انقلاب های زیادی در اروپا رخ داده یا انقلاب های چین و دیگه جاهای دیگه. نویسنده اینو کی است؟ چون شما میفهمین فیلسوف‌های اروپا که درباره نظریات انقلابی نوشته میکنن، اونا فیلسوف بودن. اونا این نظریات در پنهان نوشته کردن و اونا رو در رمان و دیگه چیزها گذاشتن. بعد 16 18 یا 100 سال بعد مردم اونا رو خواندن و از اونا انگیزه گرفتن و حاضر شدن برای اونا بمیرن. پس مردمی که او فکرها را داشتن اصلا بخشی از اون انقلاب هم نبودن، فقط مردمی بودن که فکر میکردن. آیا تا به حال اتفاق افتاده کسی که نظر میته و فکر میکنه خودش هم در بین جنگ باشه؟ جواب میته نه. این قضیه نیست. نظریه از اشخاصی بودن که متفکر بودن. باز مردم حاضر شدن که برای او افکار بمیرن، حاضر بودن منازعه کنن یا کسی دیگه. شما اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن که برایش ایده ها داده شده، آیات الله به او داده شده
وسیله برشون داده شده تا انسان‌ها را پاک بسازه و خردمند کنن. ایشون خودشون در اول جنگ ایستاده بودن صلی الله علیه و سلم. این دیگه هیچ وقت در تاریخ بشریت تکرار نمیشه، قابل تکرار نیست. وقتی الله متعال اسمای بزرگ خود میاره و میگه که الله متعال چقدر کامل است، در این آیات الله به ما میگه که چقدر پیامبر او بنظیر و قدرتمند است صلی الله علیه و سلم. حال ترسناکترین بخش، میفهمین من این چند دقیقه ای که با شما بودم کوشش کردم تمرکزم روی این باشه که آگاهی و محبتتون با پیامبر الله را بیشتر و زیادتر بسازم صلی الله علیه و سلم. همچنان این باید یک قسم وظیفه در مقابل رسول الله را در وجود ما بیاره صلی الله علیه و سلم. میبینین یک راه دیدن به 4 چیزی که براتون گفتم آیات یا قرآن است. آیات یا قرآن است. ما توسط معانی کلمات الله نیز پاکسازی شدیم. این هم قرآن است. قانون هم از کجا میآید؟ از قرآن. امام شافعی میگه حکمت سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اما سنت خودش قرآن به صورت عملی است. پس در اصل 4 چیز از کجا میآیند؟ از قرآن دیگه. حال پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت 2 شهادت از رسول الله صلی الله علیه و سلم است که روایت شدن. یکیشون امروز براتون میگم، دومیش پس فردا براتون میگم ان شاء الله تعالی. چیزی که امروز میگم ترسناکش است. چیزی که میگم در قرآن است. رسول الله در روز قیامت به الله میگه یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا الله، الله را صدا میزنه. یا الله، این امت ما قرآن ترک کردن، اونا قرآن رها کردن. ای چی منامته که قرآن ترک شده؟ مناش چی است؟ ما هر شب قرآن گوش میتیم، هر شب به قرآن گوش میتیم. در تمام جهان میلیون ها، هزارها و صدها طفل قرآن حفظ میکنن. اشخاص زیادی قرآن تلاوت میکنن، مجالس حفظ قرآن میگیره. اشخاص زیادی به تلاوت قرآن گوش میکنن تا تجویدشان خوب شوه. در دفترها و موترهایشان قرآن گوش میتن. قرآن برقرار است، مثل که صحابه گفت و کیف یذهب العلم و نحن قرأنا القرآن و نقرئ ابناءنا و ابناؤنا یقرئون ابناءهم. او گفت قرآن چه قسم فراموش شوه. وقتی که ما قرآن میخونیم، سر اطفال خود میخونیم و اولادهای ما سر اطفال خود میخونن، همه قسم ادامه داره. چه قسم پیامبر الله صلی الله علیه و سلم میگه این امت ما قرآن رها کردن. بعضی ها میگن این در مورد قریش است، اما بعضی ها میگن این فقط در مورد قریش نیست. براتون میگم قرآن برای یک هدف آمده. برای یک هدف آمده. اول برای این که بفهمیم کی پادشاه است. دوم برای این که چی شویم؟ پاک. سوم برای این که قانون بفهمیم که چی کنیم و چی نکنیم. و چهارمی که خرد پیدا کنیم که چه قسم نسبت به کلمات الله زندگی کنیم. اگر ما این رابطه را با قرآن نداشته باشیم، پس دیگه چیزا خو فعلا دور است. اونا کارای جانبی هستن. ذهنتون آماده کنین تا جدیت این مفهوم رو بفهمه. این قسم فکر کنین. بیشتر شما شاغل هستین و رئیستان براتون میگه که این 5 چیز باید انجام بدین. این 5 تا کارای شما هستن. این هفته خلاصشان کن و اگر وقت داشتی 6 و 7 و 8 هم بکن. اگر وقت داشتی اینا رو هم انجام بده. در آخر هفته بسیار خوش هستین. پیش رئیستون میایین چی کردی؟ 6 و 7 و 8 خلاص کردم. خلاص کردی؟ 1 تا 5 چی؟ نه اونا رو نکردم، بسیار مشکل بود. 6 و 7 و 8 اول خلاص کردم. چون از اونو خوشم آمد. فهمیدین که وظیفتون چی میشه؟ دیگه وظیفتون ندارین. چون اولویت بندی نکردن، همتونست؟ این کارو نکردن. ما تصمیم نمیگیریم که رابطه ما با قرآن چی باید شوه. رابطه ما میتونه بازگو کردنش باشه. رابطه ما میتونه خوشنویسیش باشه. رابطه ما با قرآن میتونه شنیدن صدای زیبای خواندنش باشه. رابطه ما میتونه حفظ کردنش باشه، تجوید یاد گرفتنش باشه. رابطه ما میتونه فقط خواندن باشه. تمام اینا فایده داره، کاملا. اما وقتی الله تشریح میکنه که مأموریت پیامبر صلی الله علیه و سلم یک چیز دیگه بوده، اولی که با شما بگویه کی همراهتون صحبت میکنه. وقتی یک سفیر از طرف یک پادشاه میایه و یک چیز میخوانه و تو هیچ نمیفهمه که چی میگه، باز تو به مشکل بر میخوره. چون اگه دستورات پادشاه را انجام ندی، لشکر پادشاه پشتت میایه که چرا دستورات انجام ندادی. باز میگه چون نمیفهمیدم که چی میگه. با ای که زیبا بود، بسیار خوب بود. مشکل فهمیدین؟ وقتی این کار میکنن، او مردم دستورات پادشاه را رها نکردن. این وظیفه برای سفیر مهم نیست.
این سفیر باید به الله جواب بده یا باید به پادشاه جواب بده؟ تو پیام مرا بردی؟ بله بردم، اما اونا رفتن، گوش نکردن، هیچ تغییری ناوردن، او را جدی نگرفتن. این شهادت پیامبر الله در روز قیامت است صلی الله علیه و سلم. من میگم که هیچ شک در این مورد ندارم. تغییراتی که در زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و دنیا را تغییر داد، او تغییر رخ داد چون قرآن در قلب مردم رفت. و امروز وقتی جهان در بحران است، اگه بتونیم یک بار دیگه جایگاه قرآن ترمیم کنیم، در بیرون نه بلکه در قلب مؤمنان، جهان به آسانی تغییر میکنه. به آسانی تغییر میکنه. الله میگه شما به جایگاه بلندی میرسین اگه از مؤمنان واقعی باشین، اگه واقعا ایمان داشته باشین. اگه ایمان از آیات الله نیایه، دیگه از کجا میایه؟ اگه از تزکیه نیایه که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را تقدیم میکنه، اگه از کتاب و حکمت نیایه، اگه این کار کنیم، باز دیگه از چیزایی که در جهان اتفاق میفته شکایت نمیکنیم. فهمیدین؟ این فراخوانی پیامبر الله است صلی الله علیه و سلم. باشد که الله متعال ما را از کسانی بگردانه که قرآن در روز قیامت با فایده ما شهادت میده، نه به ضرر ما. باشد که ما را از کسانی بگردانه که به کلمات الله فکر میکنن و تطبیق میکنن، پاکی را بر خود پیدا میکنن، از قوانین فرستاده شده یاد میگیرن و اطاعت میکنن، یاد میگیرن با خرد که الله برشان داده زندگی کنن، با الگو ساختن پیامبر صلی الله علیه و سلم. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.